به نام خدا، دختر شاه پریان. در زمانهای قدیم پادشاهی بود که همسری به نام شهرزاد داشت. شهرزاد هر شب برای پادشاه قصه‌ای تعریف می‌کرد. پادشاه که از شنیدن قصه‌ها بسیار لذت می‌برد، همیشه اصرار می‌کرد که شهرزاد قصه‌های تازه‌تر و بهتری تعریف کند. شهرزاد قصه‌گو هم به خاطر پادشاه سعی می‌کرد قصه‌های زیباتری بگوید. شبی از شب‌ها شهرزاد قصه‌گو قصه‌اش را اینگونه آغاز کرد. در روزگار قدیم 3 برادر با هم زندگی می‌کردند. روزی پدر آنها فوت کرد. 3 برادر ثروت پدر را تقسیم کردند. عبدالله برادر کوچک دکانی باز کرد و مشغول تجارت شد. 2 برادر دیگر هم به قصد تجارت راهی سفر شدند. 1 سال گذشت. عبدالله مرد ثروتمندی شد. یک روز در فصل زمستان وقتی در دکان خود نشسته بود، ناگهان برادرهایش را با لباسهای کهنه رنگ و رو پریده دید. آنها از سرما می‌لرزیدند و با آه و ناله راه می‌رفتند. عبدالله با مهربانی آنها را به خانه‌اش برد و مراقبت کرد. برادرهای عبدالله شهر به شهر سفر کرده بودند، اما هنگام برگشت کشتی آنها دچار طوفان شد و دار و ندارشان به دریا ریخت. خودشان هم به آن حال و روز افتادند. عبدالله وقتی ماجرای برادرهایش را شنید، آنها را دلداری داد و گفت: ناراحت نباشید. فکر می‌کنیم همین امروز می‌خواهیم ثروت پدر را تقسیم کنیم. برادرها هر کدام به کمک عبدالله دکانی باز کردند و مشغول کار شدند. ولی آنها همیشه از سفرهایشان حرف می‌زدند. آنها از عبدالله می‌خواستند به همراه آنها به سفر برود. روزی عبدالله راضی شد و راهی سفر شد. 3 برادر به شهرهای زیادی سفر کردند. بعد از مدتی تصمیم گرفتند تا به شهر خودشان برگردند. یک روز کشتی آنها در کنار ساحلی لنگر انداخت تا مسافران کمی استراحت کنند و آب شیرین بردارند. عبدالله هم مشغول گشت و گذار شد. همینطور که از تپه بالا میرفت، ناگهان چشمش به یک اژدها و یک مار سفید افتاد. مار سفید وحشت زده از دست اژدها فرار میکرد، ولی اژدها خودش را به مار سفید رساند. همین که خواست او را بکشد، مهر مار سفید به دل عبدالله افتاد. عبدالله هم سنگی برداشت و بر سر اژدها کوبید و او را کشت. ناگهان مار سفید به صورت دختر سفیدی درآمد و از عبدالله تشکر کرد و گفت: من دختر شاه پریان هستم. تو به من خوبی کردی. من پاداشت تو را می دهم. و بعد به زمین اشاره کرد. ناگهان زمین از هم باز شد و دختر شاه پریان به داخل زمین رفت. از اژدها هم مشتی خاکستر باقی ماند. عبدالله شگفت زده پیش برادرهایش رفت. زمان استراحت تمام شده بود. همگی به کشتی رفتند. عبدالله تمام مدت به مار سفید که همان دختر شاه پریان بود فکر می‌کرد. هنوز هم چیزی را که دیده بود باور نمی‌کرد. چند روزی گذشت، آب شیرین کشتی تمام شده بود و هیچ ساحلی در آن نزدیکی نبود. درست در همان وقت کشتی دچار طوفان شد و برادرهایش به دریا افتادند. ولی در همان لحظه پرنده بزرگی از راه رسید و 3 برادر را بر پشت خود نشاند و به آسمان رفت. آنقدر ترسیده بودند که از حال رفتند. عبدالله و برادرهایش باورشان نمیشد. وقتی به هوش آمدند خود را در قصر زیبا دیدند. ناگهان چشم عبدالله به دختر شاه پریان افتاد و فهمید که او آنها را نجات داده است. بعد از مدتی ملکه که مادر دختر شاه پریان بود به دیدن عبدالله آمد و به خاطر نجات دخترش از او تشکر کرد. او دستور داد تا عبدالله و برادرهایش را با ثروت زیاد به سرزمین خودشان برگردانند. دختر شاه پریان در یک چشم برهم زدن دوباره به پرنده بزرگی تبدیل شد و آنها را به شهرشان برگرداند. 3 برادر از آن به بعد با ثروت زیادی که از شهر پریان آورده بودند به خوبی و خوشی زندگی کردند. چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد قصه‌گو لب از داستان فرو بست و خوابید.